ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستا عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خدا بهره‌مند بودن. نعمات و برکات خدا همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه. دوستا عزیز، امروز بازم با یک برنامه جدید از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان در خدمت شما قرار دارم و با یک برنامه جدید که درباره موضوع زنا هست از کتاب مقدس با شما صحبت میکنم. دوستا عزیز، در مسیحیت به مسیحا گفته شده که شما نباید زنا بکنین، یعنی زنا در مسیحیت حرام مطلق است. ولی ای که زنا چی است درباره از این ما از کلام مقدس میخوانیم و درباره از تشریح میدیم. خب گفته است ما متی فصل 27 فصل 5 آیه 27 تا آیه آخر آیه 30 درباره موضوع زنا میخوانیم. در اینجا گفته شده است که زنا مکن، ولی من میگم که حتی اگر با نظر شهوت آلود به زن نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. پس اگر چشمی که برایت این قدر عزیز است باعث می شود گناه کنی، آن را از قدر آور و دور افکن. بهتر از بدن ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفتد. و اگر دست راستت باعث می شود گناه کنی، آن را ببر و دور بیانداز. بهتر است یک دست داشته باشی تا اینکه با دو دست به جهنم بروی. دوستای در اینجا یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی در کلام خود در انجیل مقدس میفرماید که گفته شده که زنا نکن، یعنی در تورات گفته شده که شما زنا نکنین. متوجه هستین؟ و یسوع مسیح میگه که شما فقط کسایی که مثلا مو عمل جنسی زنا را انجام میدادن اونو شما زنا میپنداشتین و اونا را محکوم به مجازات میکردین، ولی شما مفهوم از او آیه یا حکم تورات را از کلام خدا را درک نکردین. مفهوم آیه تورات یا حکم که از جانب خدا بود این بوده که زنا یعنی چی. حتی میگه اگر شما با چشمتان هم به نظر شهوت به یک خانم میبینین، اما یک زنا پنداشته میشه. یعنی اگر به یک نظر بد و به یک نظر خراب شما به یک خانم میبینین، او در حقیقت میگه امو زنا هست که با او میکنین. یعنی ای که میخواه مسیحی موضوع رو واضح بسازه که شما تنها زنا چی را میگین که دو نفر با هم دیگر هم رابطه جنسی که خارج از مثلا ازدواج باشه او را انجام بتن، او را شما زنا میپندارین. ولی در حقیقت زنا حتی به نظر شهوت آلود به کسی نگاه کردن، به زن نگاه کردن را هم زنا میگن. یعنی مسیح در جمع دو موضوع را میگه. اولی که مسیحیت کاملا برخلاف زنا هست و آن عملی که باعث بی‌عفتی میشه و یک خانم او را زنا میپنداره و مسیحیت میگه که شما زنا دوری بکنین. موضوع دومی که مسیح درباره زنا میفرمایه و این است که زنا چیز نیست که شما فقط یک شخص با یک خانم وقتی هم بستر میشه خارج از ازدواج او رو شما زنا بنامین. در حقیقت وقتی گفته زنا نکنین یعنی شما خود کاملا از هر نوع رابطه جنسی نامشروع چی کنین؟ دور نگه دارین. چی از طریق چشم باش، چی از طریق دست باش، چی از طریق افکارتان باشه. این زنا میتونه در فکرتان صورت بگیره، این زنا میتونه در گفتارتان صورت بگیره، این زنا میتونه که در اعمالتان صورت بگیره. پس میگه زنای فکری، زنای مثلا زبانی و زنایی که در عمل انجام میدی میگه شما دوری بکنین. متوجه هستین؟ یعنی هر نظر بدی که نسبت به یک خانم داری، یعنی که نظری که به نظر شهوت آلود به اون نگاه میکنی، خود از میگه یک عمل زناست. چه رسه به که با کسی تو هم بستر میشی و باعث بی‌عفتی از میشی. و در اینجا دوستا عزیز من میخوایم موضوع را آشکار بکنم و اوی است که بعضی از وقتا مسلمانان میان فقط چی میگن در مسیحیت زنا جواز است، بلکه مسیحیت حتی با چشم بد به طرف کسی نگاه کردن را هم حرام مطلق قرار داده و ما در اینجا میبینیم که دوستای مسلمان هم کاملا بازی خودن. ولی برخلاف از اگر در اسلام ما شما میبینیم که زنا اجازه است. به خاطر چی؟ به خاطر از این که مثلا تو میتونی با یک خانم که اصلا با تو موافق نباشه بری ولیشه با او صحبت بکنی و ولی از خانم پدر یا کاکایش او را میتونه با تو بته و او تو را میگیری. نمی در حقیقت در مسیحیت یک زنا هست. مثلا محمد خودش قادر به این بود که یک طفل 7 ساله را بگیره و با او همبستر شه و اونمو خودش یک زنا است. حتی نظر شهوت آلودی که نسبت با عایشه در 7 سالگیش داشت این خودش یک زنا بود که محمد انجام داد. و همین رقم مثلا به زن پسرخوانده خود محمد نظر شهوت آلود داشت. با مجرد که او را مجبور ساخت که زن خود طلاق بده، زنش به زنی خود
خود گرفت، یا زنایی که فرار کردن آمدن محمد اونا رو در همون شب که فرار کرده بودن با اونا هم بستر شد و همی از نظر خداوند زنا هستک. و ای که مسیحیت مثلا میگه کنیز بگیرین و با او هم بستر شوین، خود از این زنا هستک. پس در اینجا ما میبینیم دوستای عزیز که در حقیقت در اسلام این زنا یک عمل جایز است. چرا با خانم بدون خواستش نظر به اون جور آمده که با ولیش میکنی که میتونی بخوابی، عمل زناست. با طفل 7 ساله محمد خودش ازدواج کرد، با زن پسرخوانده خود ازدواج کرد، با کنیز و زنایی که میگه غیر مسلمان از میتونین که شما هم بستر شوین. پس دوستای در دیده میشه که اسلام یک دینی است که در اوج زنا را جایز دانسته. به او خاطر ما شما ببینیم در کشورهای اسلامی زنا خیلی بیشتر است از نظر به کشورهای غربی که همیشه اینا رو متهم میکنه. یعنی در کشورهای اسلامی شاید تعداد کمی از زنا باشه که اونا به خواست خود ازدواج کرده باشن، بلکه همشان به زور وادار به ازدواج شدن، یعنی با اونا زنا صورت گرفته. همین رقم در سن خردی، همین رقم افکار قرآنی که مردم را به زنا و کنیزا و زنای غیر مسلمان مثلا وامی داره، خود از این یک مسئله است که ربط میگیره به زنا. ولی در مسیحیت ما کاملا از زنا دور هستیم. مسیحیت برای ما حرام مطلق است و ما در مسیحیت زنا برای ما حرام مطلق است و زنا ما تنها عمل جنسی را نمیگیم، بلکه هر چشم بد و مثلا بی‌حیایی را که ما در مقابل یک خانم انجام میدیم زنا شمرده میشه. مسیحیت تا به این اندازه حتی عمل چشم ما را، عمل دست ما را، اعمال فکری، زبانی و حتی جسمانی ما را آمده ایره برای ما اخطار و اجدار داده که اینا همش زنا شمرده میشه. پس شما به نظر شهوالود به کسی درباره خانم فکر نکنین، حرف شهوت آلود درباره خانم نزنین و عمل جنسی را که شهوت بر شما غلبه میکنه با یک خانم خارج از مثلا عقد ازدواج شما انجام ندهید. که مسلمان ها خودشان دینشان دین زنا است و آمدن مسیحیت را مثلا محکوم میکنن. این بسیار مسئله است که قابل متاثر کننده و باید اونا فکر بکنن و از دین شیطانی دست بکشن و بیان به کلام خدای حقیقی ایمان بیارند. تشکر دوستای، امیدوار هستیم برنامه براتون مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح میسپارم. روز خوش داشته باشین. آمین.